سوره زلزله یعنی لرزش در مدینه منوره نازل شده است و از 8 آیات عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. اذا زلزلت الارض زلزالها. آنگاه که زمین لرزانده شود با سختترین لرزه هایش. و اخرجت الارض اثقالها. و زمین بارهای سنگینش را بیرون ریزد، یعنی از مرده ها و کزنها. وقال الانسان ما لها. و آدمی از ترس بگوید که زمین را چی شده است؟ یومئذ تحدث اخبارها. در این روز زمین خبرهای خود را از نیک و بد حکایت می کند. بأن ربك اوحى لها. زیرا پروردگارت به او امر کرده است که خبر بدهد در روی او آن چی کرده شده است. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. در آن روز مردم پراکنده از قبرها بیرون می آیند تا عملهایشان را به آنها نشان دهند. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. پس هر کس به اندازه ضرر نیکی کرده باشد پاداش آن را در آخرت می بیند. و من یعمل مثقال ذره شرا یره. و هر کس به اندازه ضرر بدی کرده باشد عذابش را در آخرت می بیند.